امشب چه شود شب مراد است امشب چه شود شب بابا نانه میگفت که چیز نانه میگفت که این لیستر بس این رفته بکل من بخوره خیلی بالا خدیم بابا آنه رفته بخوره بکل من خب نانه تو چی گفته؟ چی؟ نانه تو چی گفته؟ نانه میگفت برو بابا بگو انا اگر اجازه شما باشه بیایم من از این گوسفندا ما یکی قرار که دیگه بکشین که لندی کنیم چرا چی گپه؟ بله چرا چی گپه؟ مردم عمل گوشتا لندی اینا خوش شده بابا خب بله بابا جو خودتو نام خدا چاقی که چربی داری خب یکی یک خود ما پارزم مادر تو پارز با مردا قبرستون لندی کنو که چرا؟ به میمونا لندی کنو باور کو دان اینا نمیره چرا میمونا لندی کنیم؟ یعنی گوسفند لنده بکشون که میمونا بیای بخوره آخه بابا جان خورده ریزا که هسته بابا جان میمون بیایه خب دادام گاهی وقتی میایه اینا بیایم میمون چه نمایم 1 کیلو گوشت مرغ میستونه با چی خوب بگردم میشه پرده خو میکنه خود اینا بابا گوسفند داریم اصلا مرغ به لندی چی به کار داره؟ 100 تا گوسفند دارم چی میگی نمیکشم تن پریزی من پریز و مادر تن پریزه و مردا قبرستون لندی کنو نمیکنو هم یک سر میگه مردا قبرستان لندی راست میگم بابا جان ما اصلا ما بیپره چری پریز نداری نه اینا هم چربیه بخلوچه نکنه من نه بخلوچه نکنه. بابا گلی میکنه برو نکار خب برو گوسفندا رو چرم بده بابا جان ما لندی ما مردم هم لندی دارم ما سو میکشیم به دهن شما نمیره امسال خلاصی اخبار به تو بگم میفهم یا نه خدای با فکر شما میخوره که اخبار بده کپ بده ماما شما بیامدم باشه بیان بابا که شما تیز بیاین ماما که ما با شما بگم این داستانه صحیح کنی ماما بیاین ماما مونده نباشین پیش بیایم اینجا ماما جان مونده نباشین خیریته ماما جان ما گوسفند داشته باشیم لندی کنیم کار خوبیه گوسفند لندی چی بیدارم شاید مسلمان شما فید ببینه گوشکش شیانه به شما هم بدیم گوسفند ما مسلمان بریم خیراتی یعنی خیرات نه بعد زکات بعد چی دیگه خود تو بخوری نمیشه دیگه کی گوسفند لندی خود بدله به مردم خبر نمیبینه ما خو خیشا خو شما البته شو هم میمنن که شما خبر کنم من خبر نکنم ما خبر کن آباره مخیر ماما شما گفتم بیاین جنگ بهش بکنیم خوش آمده ماما خوش آمده برای کم بگیریم ببینیم بکشیم عنی بگیریم آله بابا جو نمیکشم امسال گوسفند میفهم یا نه بده برو چین شده دلم برات پیر شده تو چرا پیشی من نمونده عباس بسیشتنی عباس حیات ببرشتی که بگم جان خیرت یا رفتی برو چی که پای مادر تو برار تو نفتا کنه بریم و خوبه دومو گفتم آوا تو خوبه جانجره شکر خوک شده عباس چون برو ماما استون بیام در سرا شما مانه خوب شد که تو به ترا بدیدم خوب شد بدید یک لطفی بکو برای گلمه من میفهم که به غریه حداقل شما مردمی هستین که همیشه خیر شما به مردم میرسه راست میگی انا چیزه هم یک گوسفندی برو تو به بعد از این قربون برای ما به قرض میدی که ما بکشیم چی میگی لجو گوسفند به قرض بدون به شما ما این لندی تیار کنیم خبر به نظر من که یک 80 تا گوسفند داریم شما 45 تا ما که حداقل حساب حل نداریم چند تاه 45 تا گوسفند داریم بازم گوسفند قرض میکنی الان برو سیکو تو اگر گل در چمن بهار گرده دل پیرم مثل کا گرده تو را منجیر و در لبز سلیمون در هوا پرواز گرده برو پیرم میگه من پیرم یعنی تو پیرمنی مثلا پیرم تو مامان نه تو سیکو
تو انگار که پیار منی، مثلا تو من و مادر من خب اینا میگم پاریزیم، میگم شما ما چون گوشیلند پاریزیم انال امال بگو بدیدون بگفتم میگه به دن شما نمیره پیارتو میگه ها گوسفندم داری ما گفتی یکی 22 از پیار من انا بده و من انا اما چشه یارم مگرم ببخشون گیلا اوله که تو نشه تو گیچی میگن خود شما گوسفند داری میبرد گوسفند قرض میگردی بالا که میگی ما لندی کنیم ما گوسفندم دارم اگه به قرض به شما ندارم مگم پولانم به تو پیارتو ببخشم پیارتو آدم سختیه من میشتم و نظر تو در مقابل پیار من چی تفاوت یعنی داره؟ گیلا که خب پیارتو یعنی نمیذاره که نمیدونم. شما لندی کنی آفرین ها اصلا میگه گوسفند لنده کنم ببرم من میمونا بده به دل شما نمیره گیلا جو که تو وقتی که میفهمی گوسفندم داریم پیارتو میته سختی میکنه به سر شما نمیگذاره لندی کنیم من به تو یک چم یاد میدم چی چم؟ بفهمیدی به شرطی با مادر خوب بگی خوبه گیله جو هم پیارتو که به شهر نرفت به شهر که میره حتما هفته یک دفعه دو دفعه احسن بیشتر میگو نه هم تا که به شهر نرفت قراره که دیگه خوبنده بام قبل کو یک گوسفند کش کو سر برک اونو بکشک دمی که پیارتو بیامد یا حمودم زنگ زه بگو بابا گوسفند به کار دامده بابا گوسفند به کار دامده قراره که دیگه پیارتو میگه به چی من تو مادر تو گوشی و که کنن جقش من گوسفند به کار دامده گوشی نداری؟ تو بده گوشی خور چرا؟ گوشی نداری تو بده مال زنگ گوشی دارم با خونه مونده ببخش گیلک بفهمیدی همین رای چامینه گیلک که اگه می کار نکنی امسال هم تو گوشتلند میخوری دیگه اگه نکنی دیگه گوشتلند هم نیه راست میگی همین چند ازی بیتر فقط پیار ما به شهر کنن زنگ پیارتو به شهر نرفت که خبر شدی پیارتو به شهر رفته خوبنده بقیه یک گوسفند کش کو بکشک لندی کنه آخر یک دیگه پیارتو زنگ زد بگو بابا گوسفند به کار دامده رو بکشتید پیارتو می چی نمیگه میگه بعد ناجور شده گوسفند آنی هم رای دیگه چی می بینی برو تشکر بابا باشه برو بعد گوسفند قرض نگردک برو بوشا خونش رو گوشنگی لباس بعد گوسفند میگردی نداره مشغول ما برو گیلک برو گردنم بند باشه میفهمن که به چه دیوار ما چی نمیایم امروز گوسفند کشی داریم سنه کجی؟ رمزون برات خوبه خوبه خدا رو شکر کجا هست رمزون؟ رمزون به قصه بیخونه به قصه چرا بیخونه خیریته؟ خیریتی رو من برو بیارم رفیق پیار مخاطر خیلی وارد میه با گوسفند کشتن همی گوسفند ما رو بکشه امسال ما گوسفند نشته باشیم به میسو وقت ما این لندی کنیم بیجیه دیگه سو وقت بگو جای برارم تو همه شکم سرخ و گم میگینی به قصه بیا خوب برو بگو بیا که گوسفند شما رو بکشه برو اگه می بیاد تو رو باسکل بالا کنم برسون نه نمایی نه برو باش خدا همسایه ها رو خبر کنه امروز گوسفند کشی داری برای همسایه خاطر چی نانه؟ و نانی بیاریم که گوسفنده بکشه وا کنین داره گوسفند چی بکشه نانه؟ گپ زن خوب با داره وا میکنم گوسفند لندی ما گوسفند لندی نانه نمیکشیم دیگه اشته نمیکشی پیار تو گفته گوسفنده رو هم میبرم بالی گوی وز میکنم به چیمه؟ بابا می پیار مثال شوم نگفتن که بابا مگری گوسفند لندی بکشیم امسال با نظر تغییر کرده با تو خوش شده بده گفته پارسال هم که بود یک ماست چیر و ماست نداشتیم همه گوسفنده رو میفروشم گوی میخرم خاله جان حال چه کار میکنین؟ گوسفند میکشیم یا جنجال میکنیم؟ من قصابیل به تحتی بسته کردم بیامدم که گوسفند شما رو بکشم آخه. نه برار جان نه نمیکشیم. بچه من خواه بوده خبر نداشته. نه خود راست میگم. چی راست میگم؟ خب پیار تو گفته اگه نمیکشیم میبرم ولی گوی واز میکنم.
اوه نه کار خوبی نمیشه این مسلمون ما بردشتون بیا نقصبی رو بسته کنم سره گفتون بیا بریم تو گوسپند نبر بکشالی با پس بشه موش شدی خاله جان اگه شما گوسپند نمیکشتیم ما را با کار بیکار نمیکردین دیگه کار خوبی نیه ما با تا دکونه بسته کنم بیایم اینجا که شما راست گوسپند میگه نه نمیکشیم کار خوبی که سردل خیلی داری از امریکا کنه آمدی 4 قدم بیامدیم و پس میری به دیگه خوبی فقط مردم کار بیکار کنین که از امریکا چه کار کنم دیگه حال خودت اصلا شما مردم گداچوره تو حال دگان گوسپند گداچوره پیار ولو کاکا کمیته به خیر گوشت میکنم خواه با کلی گنی تو را مدونای نشه خود من بوده نوکر تو کنیو من نوکر پیار تو رو پیار کدا گوشتی تو سال مرغ لندی نکده با گوسپند لندی برو کاکا بگو بدم قصبی منای نمیا گدا گجولا گدا گدول نفتا کنه بیری تونه مادر و پیار تو نه نه چیه؟ چرا بزرده نمیگوشه من به جنبه میرم به جندای نمی انجیرم بقلی گدی میگوانی این گوانی من به دیوانه جدا برفتم و گفتم به خوزبندر بگویم خود داره گوام پیش بگریه نکو پیار تو برا بزو خاله بخونی بمون تو برو خودی و گم بسی برو گم دارو خود چی گم دارو ولی که گفتم خوزبنده نمیگوشه خوبه باشه میرو چکاره چی بابا به یک سینه بغلی شدو کچری خاطر چی؟ خاطری که شما گفته بودین گوسپند نفریشی نه نکشیم قراره که امسال لندی نمایی اینا میفیشیم میرین گوی میخرین گوی شیری بابا همی کار اینجوری اصلا شد داره که ما امسال لندی نکنیم با خاطر گوسپند گریه میکنی؟ ها دیگه پا به خاطر مادر خوگه اینه گرو گپ مر گوش کاش بابا امسال کوسه به دست تو در سراب خاطر یک چکدوق نرفتی تو خب بگو نرفتی خب همسایه ما بدارم دوغ دادن دیگه هر سال میشه که ما گردن به پیش همسایه کج باشه که تو به من یک چکدوق بدی من گوسپند چه کار میکنم من لندی چه کار میکنم 12 تا گوسپند دارم میبرم میفروشم 1,20,000 میشه ولی گوی میدم گو کو میتره خب بابا حداقل یک پیری گوشتی شیرجا میتونیم هم شکم ما بره قصبی گوشت تازه نخوری اصلا نمایم امسال گوشت مثلا گوشت لم ما امسال نمیگه باور بکنی به پیش نمجرم زمین بگلی تو حال قصاب و در سرا بردی تا ما به تاقل رفتم کی به تو بگفت همی کارو بکن خدا اما دیشب نگفته بیدین که ما چون گسپندم میکشیم با ما برفتون سو وقت برفتم را قصاب بیاردون در سرا با مدرم گفت نه جون بیارد گفته اینا میفیشیم میبینیم گوی میخوریم خب ما بگفتم که یک گوسپند میکشیم با موافق نشدیم با مادر تو گفتم از اینکه ما میکشیم پس میفروشیم گوی میخورم مادر هم خوبه دیگه تو خوش شده بودی بودا و به یک گسپند هیچ کار نمیگه بابا گوسپند درد نداره برو حداقل بابا یک پیری گوشتی که بخوریم قصبی هست با صدریپی با شما بدم بخو گوشت بخری رد مریاله کنی بابا کجا میری؟ ما مایم برم یک شهر که به سرا برو خب پا من بیام بودی بودن من گم جری موری بگو این سال مدار گوسپندی بکشیم بابا که چه خاطر چی؟ که خاطر یک پیری گوشت لند یک حداقل به دهن ما بره باجه ما 60 تا گوسپندش کدوم وقت یک از مینا کشته که ما برو بکشم بابا باجه شما چی کار داری؟ چند اونا به سالی هنگه منو خورم نجه میشونم اختیار خود دارم تا بم سبا گریه کن اگه اصلا گوسپند نیه